بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنتابع درسنا من كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. إنك ما درس خضرة از متن سی اصلی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالی دوام میدیم. درس ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ می‌فرماید که و دلیل قوله تعالی و من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. یعنی و دلیل سخن او تعالی است و کسی با همراهی الله یگان معبود دیگر را خواند نیست برایش با آن یگان حجته، یعنی برای خاطر در برابر الله یگان کسی دیگر عبادت کردنش یگان حجت نیست. پس همانا حساب او در نزد پروردگارش است و همانا کافرها رستگار نمی شوند. یعنی چنین کسی حساب و کتابش الله سبحانه و تعالی خودش می بیند. خب عاقبت او چی می شود؟ حکمش در آخری آیات الله تعالی خبر می دهد. کافر می شود کسی بغیر از الله یگان کس و یگان چیز دیگر عبادت کند. خودش می فرماید که انه لا یفلح الکافرون، یعنی بس که از پس این کار که وای کافر می شود کافرها رستگار نمی شوند. یعنی معنای رستگار چیه؟ رستگار اساساً شخصی را میگویند که از عذاب الله خلاص می شود و به جنت الله نائل می شود. می فرماید و فی الحدیث الدعاء مخ العباده، در حدیث آمده است که دعا مغز عبادت است. این حدیث را ترمذی با رقم 3371 از حدیث انس رضی الله عنه تخریج کرده و شیخ البانی آن را در ضعیف الجامع با رقم 3003 ضعیف گفته است. این خلاصه حدیث ضعیف است ولی معنای آن هم مانند حدیث صحیح است. در دیگه حدیث آمدگی است که از نعمان ابن بشیر رضی الله عنه روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الدعاء هو العباده، یعنی دعا عبادت است. این حدیث ابو داود تخریج کرده است. خلاصه حدیث صحیح چی بوده است؟ الدعاء هو العباده، یعنی دعا این عبادت است. نعم. اکنون دعا عبادت بودنش شیخ دلیل از قرآن می آورد که و دلیل قوله تعالی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اگر احمد داده باشه در همین آیت الله سبحانه و تعالی دعا را عبادت گفته ذکر میکند. و پروردگارتان گفت، چی گفت؟ مرا دعا کنید. یه در اینجا لفظی دعا آمده است. مرا دعا کنید تا شما را پاسخ گویم، یعنی که دعاتون قبول کنم. اکنون دوامش بینید. به درستی کسانی که از عبادتی من کبر میکنند زودا که در حال خاری به جهنم داخل میشوند. به درستی کسانی که از عبادت من گفته است. صحبت درباره چی بود؟ درباره دعا بود. الله تعالی در اینجا نگفت که به درستی کسانی که از دعا کردن من کبر میکنن، نگفت، زیرا اینکه دعا عبادت است. بنابراین در آخری آیت الله تعالی خودش دعا عبادت بودنش فهمانده ایستاده است که به درستی کسانی که از عبادت من، یعنی همون دعا که عبادت است، از همون عبادت من، از دعا کردن من کسی کبر کند، سرپیچی کند، زودا که در حال خاری اول الله تعالی خار و ذلیل و تحقیر و پستش میکند و مجبورش میکند که به دوزخ داخل شود. این سوره غافر آیت 60 بود. به همین شیخ برای تمام انواع عبادتی که ویها را در این کتاب اختصارا ذکر کرد برای هر کدامش دلیل می آورد از قرآن یا که از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. مثلا یک تشگیریم و دلیل الخوف قوله تعالی فلا تخافوهم و خافونی ان کنتم مؤمنین. و دلیل خوف یعنی ترس سخن او تعالی است که اگر ایمان آوردید از آنها مترسید. اگر شما واقعا ایمان داشتگی باشید اویا نترسید، یعنی از کافرها نترسید، از من بترسید میفرماید. این بود سوره آل عمران آیت 175. دلیل امید هم آمده است و دلیل الرجاء قوله تعالی
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. امید هم از چی می باشد؟ از خطر چی می باشد؟ عبادت ها می باشد. بنابراین فقط انسان باید که از الله امید بندد و دلیل سخن او تعالی است. مثل دلیل امید، هر کسی دیدار پروردگار خیش را امید می بندد باید عملی شایسته بکند. یعنی برای خاطر آن که تو را دیدار پروردگار نصیبت کند باید که عملی شایسته کن، عملی صالح کن. عملی صالح بارک الله فیکم طبق نشان داده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می شود. نعم. و در عبادت پروردگارش هیچ کسی را شریک قرار مدهد. انا برای خاطر آن که تو این امید تو واقعی گردد، برای خاطر آن که تو واقعا نصیبت گرداند الله تعالی که دیدار او را در روز قیامت ببینی، باید که دو شرط عبادت، یعنی که امید که عبادت است، باید که دو شرطش به جا بیاری. یکم شرطش چی بوده است؟ عملی صالح انجام دهی. عملی صالح گفته یعنی که پیروی از پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم میکنی. نعم. خب دویم شرط قبول عملی صالح چی بوده است؟ باید که خالص، یعنی که اخلاص کنی، همون عبادت خالص برای الله سبحانه و تعالی انجام دهی، نه برای یگان کسی دیگه. یعنی که در عبادت باید که ریا نکنی، زیرا که ریا این عمل چیکار میکند؟ ویران میکند. خیالم که برای با همین قدر یعنی کفایت میکند. و صلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.